پیام راهنمای حیات با سعادت زیر همین عنوان در کاخ فرنگ شهر حصار با اشتراک وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان سوریا دوست مرادزاده با فعالان و اهل جماعتچگی شهر واخوری برگزار گردید. در واخوری مهمترین نقطه های پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را شرح و توضیح دادند. وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان سوریا دوست مرادزاده اوید به فعالیت وکیلی و سند و قانونها اینچنین کودکس و سازشنامه‌هایی که دوام سال 2021 در پارلمانت کشور تهیه و قبول و بررسی شده است معلومات مختصر داد. از اعلان شدن سالهای 2022-2026 سالهای رشد صنعت یادآور شده تجلیل جشن پرشکوه 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان برگزار گردیدن آزمون‌های جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من فروغ صبح دانای کتاب است علم فروغ معرفت را از چاره‌بینی‌های مهم سال ارزیابی نمود و سهم آن را در بلند برداشتن معرفت و خویشتن‌شناسی اهالی به خصوص جوانان ارزشمند بهاگذاری کرد. راهبریت شهر حصار نیز دایر به سمت‌های اساسی پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ابراز نظر کرد و تطبیق عملی آن را در تحکیم رکن‌های دولتداری ملی رشد اجتماعی و اقتصادی بخصوص علم و معارف و تندرستی مهم ارزیابی نمود. در هر جایی که نباشیم در یاد وطن باشیم، در آبادی وطن باشیم، در بهبودی وطن باشیم، حرص کنیم که چنین وطن داریم، وطن خودمان گل شکوفا کنیم، وطن خودمان همچو یک گهواره که نگاه داریم، همدیگر را حرمت کنیم، همدیگر را عزت و احترام کنیم، عزت و احترام کنیم که چنین وطن عزیز محبوب داریم و چنین راهبر غمخوار و عادل و عاقل دل داریم. در انتها راهبریت شهر اظهار داشت که ساکنان شهر حصار با جانبداری از سیاست پیشگرفته راهبریت عالی مملکت برای عملی گردیدن هدفهای در پیام ایرا گردیده صافدلانه صادقانه زحمت کشیده. با مناسبت 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای آبادانی و سازندگی را تقویت میبخشند و برای عملی گردیدن هدف چهارم حکومت جمهوری تاجیکستان صنعت‌کنانی با سرعت و اعلان گردیدن سالهای 2022-2026 سالهای رشد صنعت با استفاده از تمام امکانیت‌ها دوچند مهنت خواهند کرد.